و انسان قدرت بشناس. انسان یقینا که تو ارزش خیلی زیادی داری پیش الله تبارک و تعالی. چرا؟ بندگان خیلی معصومی خدا که ملائک است در خدمت تو گماشته، عبادات تو را به الله انتقال میده. این سند و شاهد است در روز قیامت برای تو. کرامن کاتبین وجود داره، ملائکی که حفاظت تو را میکنه حفظه او وجود داره، ملکی که به تو الهام خیر میکنه وجود داره. الله اکبر. هر روز برات دعا میکنه. ملائکی وجود داره که همیشه دعا برای مؤمن درست میکنه که عمل صالح انجام میده. الله اکبر. او از الله استغفار برای تو طلب میکنه. تو مقامت شناختی انسان، الله را شناختی که تو را پیدا کرد. چرا مغرور شدی؟ جوان شدی، مال پیدا کردی، کشوفشت برابر شد، باز نمازم یادت نمیاد، الله هم یادت نمیاد، باز غرور تکبر در خود پیشه کردی. این 4 روز متاع دنیا را فکر کردی دائمی است، اینطور نیست. این کلش در اختیاری کی قرار داره؟ الله تبارک و تعالی قرار داره.